الله متعال میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، شما برای دشمنان خودتان و به دشمنان الله قوت داشته باشین. قوت اقتصادی، قوت سیاسی، قوت جهادی، قوت ایمانی، قوت عسکری، قوت تکنولوژی و تمام قوت هایی که در اونجا شما میتونین ترهبون به عدو الله و عدوکم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل. ترهبون به عدو الله و عدوکم، شما اینقدر باید قوت داشته باشین که دشمنای الله از شما بترسن. از او مسلمان هایی که دشمنای الله نترسند او مسلمان حقیقی نیست. ترهبون را ارهاب میگن، ارهاب ترس میگن. دشمن الله باید از تو بترسه، ابلیس از تو بترسه، شیطان انسانی از تو بترسه و شیطان جنی از تو بترسه. اینا چه وقت میترسن؟ وقتی که حقیقتا مسلمان اما تو قوت ایمانی قوی داشته باشه. در پالوی قوت ایمانی قوی از امی تکنولوژی که امروز دشمنای اسلام به دست خود گرفتن، از این مسلمان ها استفاده کنن و به دست خود بگیرن. اگر مسلمان اتم در دست خود نداشته باشه هیچ دشمن از اون نمیترسه. ما به جوانای ساینسدان نیاز داریم که سر اتم کار بکنن تا مسلمان ها مالک انرژی اتمی شوند. او وقت است که باز دشمن گپتام میشنوه و از پیش تو میترسه.